اعتراض میشه تو خیابون آدم کشته میشه، معنی نداره. کی گفته آدم ها رو باید کشت؟ قتل در اسلام بالاترین گناهه. نگفته این نفس مؤمن باشه، مسلمان باشه، غیر باشه، هر کسی. مگه به این سادگی نباید؟ اون وقت اعتراضات میشه بگن چند صد نفر کشته شدن، خودمون خیابمون راحت میکنیم، میگیم خارجی‌ها برنامه داشتن. خود داشتن. چرا تو ایران میگیره این کارا؟ الان زندان اوین مظهر ضدیت با حقوق بشر در ایران هست. دانشگاه رو باید با احترام باش رفتار کرد، دانشجو رو باید با احترام رفتار کرد، نه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی بریزه تو دانشگاه دانشجو رو بزنه. دانشجو رو که نباید زندان برد به هیچ وجه، خانم رو که نباید زندانی کرد، دختر رو که نباید دستگیر کرد. نوشتم کسی رو، خانوما رو زندانی نکنید، نگیرید، دستگیر نکنید. الان هم معتقدم زندانی سیاسی ما نباید داشته باشیم. آزادی اینه، یعنی باید قدرت انتخاب بذاریش. در مورد دین هم ما همیشه میگیم لا اکراه فی الدین. اینی که بعضیا میخوان همه چیزو تحمیل کنن اصلا معنی نداره. پس شما به حق انتخاب پوشش اعتقاد دارید؟ کجا اسلام گفته که شما باید بگید چی بپوشید چی نپوشید؟ فرد که تصمیم میگیره. اسلام اینا رو نگفته، ما اینا رو میگیم. در قرآن گفته چشاتونو ببندید. من پدرم روحانی بود، میگه هر چی جلوشو بگیری بدتر میشه. ارسانا بابا لجبازی رو نذارید این کار بکنن. خانمی که چادر سرش بوده فلان بوده، به خاطر رفتار بد بعضیا اومده چادر رو برمیداره. این لجبازیه، این کارو میکنه، نه اینکه به او اعتقاد نداره. میگه شما چرا این کارو میکنید؟ یه خانمی دیدم تو این شبکه‌ها نوشته بود شما از این چادری که از زهرا با ما داره سوء استفاده میکنید، پس من این چادر رو میذارم کنار. آقا این کارا چیه؟ ما رفتارمون رو درست کنیم. در جامعه‌ای که نگرانی و خوف و ترس وجود داره اسلامی نیست.